دادگاه قاتل یک داروفروش در شهر پنجکент را به 21 سال زندان محکوم کرد. قابل جان بابا مرادوف در یک نیمه شب ماه فوریه سال 2016 به قصد غارتگری به داروخانه 5 فرم وارد شد و بر تن رجب تاشتیموروف با کارت 22 ضربه زد و 2300 سامانی را نیز به یغما برد. اخیراً هیئت از دادگاه سوغد در جلسه سیار در دادگاه پنجکent حکم خود در نسبت قابل جان بابا مرادوف 30 ساله را اعلان کرد. دادگاه این ساکن پنجکent را بر پایه 3 بند کودکس جنایی کشتار مخصوصاً بیرحمانه، رهزنی و قصداً نابود کردن مالکیت گناهکار شناخت. انور واسطزاده دادرس دادگاه ولایت سوغد و مسئول بازبینی این پرونده روز 29 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت که قابل جان بابا مرادوف ساعت تخمیناً 12:30 شب 15 و 16 فوریه سال 2016 به قصد قتل و غارت در داروفروشی 5 فرم را میزند و هنگامی که داروفروش رجب تاشتیموروف در داروخانه اش را باز میکند به او حمله کرده با کارت بر تن او 22 بار ضربه میزند. به گفته انور واسطزاده بعداً قابل جان بابا مرادوف سیم کامری نظارتی را کنده توسط دستگاه برنده صندوق یا سیف آهنی داروخانه را باز می کند، اما در آنجا پول پیدا نمی کند و سپس 2300 سامانی پول کسه را دزدیده قبل از فرار با بنزین دستگاه نظارتی ویدیویی و اسبابهای خود را آتش می زند. دادگاه میگوید داروفروش قاتل خود را خوب میشناخت چون که او قبلا پولهای داروخانه‌اش را عوض میکرد. محکوم شده که زمان صادر کردن جنایت بیکار بوده است. بعد قتل داروفروش به روسیه فرار میکند، اما در آنجا کار درست پیدا نکرده سال 2017 بهار به وطن برمیگردد و 14 اپریل همین سال قتل تاشتیموروف 57 ساله را به گردن گرفته خود را به دست پلیس پنجکent می سپارد. حادثه قتل این داروفروش آن زمان در پنجکent سر و صداهای زیادی را به میان آورد. در پی مقامات تفتیشاتی پلیس پنجکent راننده رئیس داروخانه مدد شیراز بابایف را همچون گمانبر در این کشتار بازداشت کردند و تنها 11 روز بعد او را رها نمودند. همگی یک هفته بعد این حادثه روز 23 فوریه زمان زبوروف رئیس داروخانه مدد در شهر پنجکent در زادگاهش دهه 5 رود خودکشی کرد.